خدای من از این غربت میبینم در کابل، غور و بامیان، غزنی و زابل، روزگان و هلمند، بدخشان و فاریاب و قندوز و میمنه، در دیار خود همه جا را میبینم که زمستان سنگینی، زمستان بیرحمی با فوج و دار و دسته خود در این سرزمین من آماده. در سرزمین من، در غور و بامیان و غزنی و زابل و کابل و پنشیر و بدخشان و همه دیارم میبینم از گرسنگی، از بیکاری، از فقر، مادر بیمار از خنک میلرزه، بخاریش چوب نداره، آتش نداره، علو نداره و پلو نداره، طفل یتیم پدر نداره، مادر چون جوجه های مرغ اونا را از وحشت سردی در آغوش گرفته، پدر بزرگوار بیکار است، برادر جوانم بیکار است، با این لشکر ظالم زمستان، فقر، تنگدستی و بیچارگی و بیکاری و بیعدالتی و تبعیض و تعصب هم پیمان شدن و خوب از ملت مظلوم من انتقام میگیرن. پروردگار من، خالق من، عدل علی کجاست؟ سخاوت علی کجاست؟ شجاعت علی کجاست؟ ولایت علی کجاست؟ امامت علی کجاست؟ معصومیت علی کجاست؟ قاطعیت علی کجاست که به این همه مظلومان رسیدگی کند؟ تامین عدالت، مساوات، برابری و رسیدگی به این همه مظلومان دیار من افغانستان، این عدالت حضرت علی علیه السلام را میخواهد. این سخاوت، شجاعت، امامت، معصومیت و خلافت حضرت علی علیه السلام را میخواهد. مظلومان من، بیچارگان من، خواهر من، برادر من، مادر من، پدر عزیزم، برادرزادای نازنینم که از فقر و تنگدستی و بیچارگی و یخ میلرزید، در خانه تان نه علو است، نه پلو است، نه آتش است، نه کمبل است، نه آرد است، نه روغن است، هیچی برای خوردن نداره و حاکمان زمان زن دوم و زن سوم میگیرن. پروردگار که خالق تان است، من از آن خالق هستی میخوایم به همه درد و رنج و فقر و تنگدستی تان از خزانای غیب خود رسیدگی کند و کسانی که شما را به این حال دوچار کرده، کسانی که شما آسایش را گرفتن، رفاه را گرفتن، کسانی که شما بهترین زندگی را گرفتن، پروردگار عالمیان آنها را در دنیا و آخرت رسوا، ذلیل و نابود کند و جهنم ابدی را جای آنها کند. خدا یار و نگهدارتان ای مظلومان کشور من.